در شهر اسفره گروه‌های کاری با اقدام راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی تأسیس داده شده منتظم در کارخانه تشکیلات، مؤسسه‌های معارف و تندرستی، سودا و خدمت‌رسانی و جایهای جمعیتی جهت بلندبرداری مسئولیت شهروندی و مدنیت استفاده نیروی برق کارهای فهماندهی میبرند. ترغیباتچیان توجه شهروندان را به مسئله‌های سری وقت پرداخت نمودن مبلغ استفاده قوه برق، استفاده عاقلانه و ثمرناک آن و افضلیت‌های کاربست از دستگاه‌های کم مصرف برقی روانه می‌سازند. وابسته به وضع در ساحه انرژتیک اخیراً به میان آمده، دقت حاضرین به موضوع استفاده از نمودهای دیگری سوزشواری از قبیل انگشت و هیزم و گاز مایع نیز جلب کرده می شود. در شهر اسفره اگرچه هنوز خیلی بروقت روند آمادگی به فصل تیرماه و زمستان به راه گذاشته شده باشد هم، اما مراجعتنامه شرکت برق تاجیک در رابطه با استفاده صرفه‌کارانه و عاقلانه نیروی برق از راهبریت شهر و مقامات مربوطه تقاضا نمود که چاره‌های فوری علاوگی اندیشیده شوند. این است که امروزها در اینجا 29 عدد نقطه‌های فروش گاز مایع، 24 عدد نقطه‌های دائمی و 71 عدد فروشگاه‌های سیار انگشت فعالند و طلبات اهالی را به طور باید و شاید تأمین می‌نمایند. در جمعیت سهامی کشاده انگشت شهرک شورا با درک عمیق وضع به عمل آمده و افزایش طلبات استخراج انگشت را سال 2020 به طور نظررس افزایش دادند. اگر سال 2019 هم در این کارخانه به مقدار 63450 تن انگشت استخراج شده باشد، در سال 2020 این نشان داد 73939 تن را تشکیل داد. نقشه استخراج انگشت ما و نقشه گرفته بودیم 62000 تن، 73939 تن اجرا کردیم. نفکنی باشد 3225 تن بود. اجرایش ما 5478 متر طولانی و مؤسسه های بودجتی 5478 تن انگشت خوشصفت تامین کردیم. شهر خوجند، من پرلتر، شهر اسفره، کنی بادام، قشلاق چارکو، وارخ پر مؤسسه های تعلیمی با انگشت خوشصفت تامین نمودیم. از سبب زمستان سرد آمدنش ما نقطه های فروش سیار تشکیل نمودیم در شهر اسفره، شهر کنیبادام، شهر پنجکین، من قشلاق جاهای وارخ، سرخ، چارکو هم هر روز با ماشین های تمغه پورتر کارمندان ما برده انگشت به خلق دسترس می نمایند. نقطه فروش های انگشت ما در شهر اسفره، شهر کنیبادام، قشلاق جاهای چارکو، سرخ، وارخ نقطه فروش انگشت داریم. ضمن صحبت با ساکنان برایمان عیان شد که غالباً آنها از محتوای مراجعتنامه شرکت برق تاجیک آگاهی دارند و عامل‌های مشکلات کنون به میان آمده را درست درک می‌کنند. از این رو تصمیم گرفتند برق را اساساً برای روشنایی استفاده برده در آماده نمودن طعام و گرم کنی اقامتگاه‌هایشان از انگشت و هیزم و گاز مایع کار بگیرند. من خیلی که دیده است دوستان، همه شهر اسفره ساکناش پوره با کومور، با هیزم و صندلی بابایان ماندگی، پیچکه بخاری که خانه های گرم کرده با حرکت کراسیان که همین صرفه کارانه استفاده برام برقه. از همین حساب هم چایاشون گرم ساز حساب پیچکی بخاری هم اوقاتاشون میپزد. همه جهته ماشینای سیاه هر یک محله، هر یک کوچه ها به تشکیل کرگی و بیا ملاک انگشت دسترس میکنن، ساکنا خریده و استفاده میبرن. هر یک خواننده هم هیزیم هم انگشت بیا وی استفاده بوده، لامپ‌های کم مصرف استفاده بوده، صرفه‌کارانه برق استفاده برساسیان. ساکنان باوری دارند که مشکلات امروزه موقتی بوده، صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده بردن هر کیلووات ساعت برق هم به منفعت آنها و هم به منفعت جمعیت است.